سلام به همه دوستان عزیز. تو بخش پنجم با احمد آقا در خدمتتون هستیم. در مورد تجربه زندگی توی اتاوا کانادا داریم با هم صحبت می‌کنیم. تو بخش پنجم می‌خوایم بیشتر در مورد مدرسه صحبت کنیم، ثبت نام و کلاً مسائلی که در مورد ثبت نام مدرسه پسرشون کلاس اول فکر کنم اونجا گذروندن، حالا خودشون بیشتر توضیح میدن و تجربیاتشون شما منتقل هستم. این بحث مدرسه خب یه موضوع خیلی مهم بود واقعیتش واسه ما از همون ایران یه دغدغه خیلی بزرگی داشتیم. خب این سن پسرم خب تقریبا چون زمان اومدنم میشد 4 سال و نیم و پرسجویی کرده بودیم و از دوستان این موارد پرسیده بودیم. اوایلش اطلاعات کاملی نداشتیم و خیلی میگفتن چون اونجا یعنی داخل کانادا بحث هر استانی یه سری قوانین خاص خودشو داره و فکر میکردیم که اونجا چون هنوز به سن مدرسه نرسیده باید و یه مبلغی ما پرداخت بکنیم برای حالا من میگم مهد کودک یا همون پیش دبستانی. ولی خب خدا رو شکر این بازم از طریق دوستانی که زودتر رفته بودن و شرایط مشابهی داشتیم که پرسیدن گفتن که نه، اونجا هم دقیقا مثل ایران همون حالت پیش یک و پیش دویی که هستش وجود داره و مهراد چون 4.5 سالش بود پیش یک میشد و رفتیم اونجا و تقریبا دیدیم که یعنی از همون دوستان که پرسیده بودم گفتن کلا همون باید وارد مدرسه بشه، میره مدرسه و مثل بقیه مواردش نیاز به کلاس اول رفت. نه پیش یک. آره اونجا بهش میگن بحث JK و مثلا SK که مهراد چون پیش یکش میشد JK همون ما کارش انجام دادیم. تقریبا این حالت بگم که وارد خاک کانادا که شدیم مهمترین مسئله برای بحث انتخاب مدرسه از اینا رو ما یه پرسجویی داخل ایران هم کرده بودیم، یعنی مدرسه ها باید گریداشو چک بکنیم، مثلا ببینیم چه گریدی هر مدرسه داره، سایتاش هم مشخصه که تو چه مثلا گریدایی هستن هر مدرسه، مثلا اونا بهترینشون مثلا 10 9 8 و اونجا باز مثل ایران نیستش که مثلا شما بخوای مثلا توی محله زندگی میکنی بچه‌تو بری یک با فاصله خیلی زیاد مثلا بری اون سر شهر یه مدرسه اونجا ثبت نام بکن چون میگه اون مدرسه خیلی خوب هست، من میخوام بچه‌مو بفرستم بره اون مدرسه درس بخونه. اونجا این قانون ندارن و هر جایی شما اونجا مدرسه رو بر اساس محل زندگی باید انتخاب بکنی و مهمترین چیزی که شما می‌خوای زمانی که می‌خوای بری ثبت نام مدرسه انجام بدی اول ازت قرارداد خونه رو میخوان که آقا شما تو کدوم قسمت زندگی کجا داری زندگی می‌کنی که اون کی می‌خواد آموزش پرورش بله آموزش پرورش اونجا شما آدرس خونه تو اول وارد می‌کنی، میگی آقا من در محل اینترنتی این کارو می‌گی یا آنلاین هست. همین موردش آنلاینه. شما آدرس خونه رو وارد می‌کنی، مدارکی که مربوط به قرارداد داخل خونه هست رو وارد می‌کنی، بهشون مدرک رو ارائه میدی و حتی قبل از اینکه شما بخواید اقدام انجام بدی بخواید مدرسه ها رو پیدا بکنی، خود سایت آموزش پرورش اونجا به صورت آنلاین آدرس خونه‌تو که وارد بکنی میگه آقا شما تو این 10 تا مدرسه میتونی بچه‌ت ثبت نام بکنی. حالا خودت انتخاب میکنی، یه سری سایت‌های دیگه هم هست که میتونی قشنگ وارد بشی و تک تک گریدای اون مدرسه رو چک بکنی و هر جوری که خودت خواستی مثلا انتخاب بکنی و بفرستی بچه رو بره اون مدرسه. و اولین کاری که ما کردیم این بود که خونه رو مدرک خونه‌مون رو بارگذاری کردیم، براشون ارسال کردیم. سایت میدونی چیه؟ سایتاشون رو الان حضور ذهن ندارم که چیه، ولی فکر یه مخففی داره OCDSB فکر می‌کنم که همین OCDSB مخفف مال خود آموزش پرورش اتاوا هستش. بعد داخل اون سایت که سرچ بکنیم مدرسه ها رو می آورد. ما یکی از مدرسه ها چون قبلا همسرمون این خانم که قبلا کلا چک کرده بود همین موارد رو، گریدای مدرسه رو یکی از این مدرسه رو انتخاب کردیم و اقدامات اولیه رو با آموزش پرورش انجام میدیم، مدارک خودمون رو بارگذاری میکنیم، ورک پرمیت پدر رو نیاز داره، نمیدونم همه این موارد رو ما بارگذاری میکنیم تا اول آموزش پرورش تایید اولیه رو به شما بده و بعد شما رو ارتباط میده با مدرسه. بعد از اینکه دیگه با مدرسه ارتباط گرفتیم شما میگید کدوم مدرسه رو میخوای، من میگم مثلا من انتخاب کردم فلان مدرسه رو میخوام برم درس بخونم، انتخاب کردم برای درس خوندن پسرم و بعد از اون شما با مدرسه ارتباط میگیری و باز یه سری مدارک هم باز مدرسه ازتون میخواد که اون مدارک رو براشون بارگذاری میکنیم. مثلا حالا به ما گفته بودن که از اینجا کارت واکسن بچه‌هاتون رو داشته باشین، با خودتون بدین ترجمه بکنن که اونجا نیاز باشه
من واقعیتش زمان چیز برای ما اتفاق نیفتاد که کسی استفاده از ما نخواست، ولی بعضیا بودن که یعنی بعضی از مدرسه‌ها اینا فکر می‌کنم به مدرسه بستگی داره که کارت واکسنشون رو، یعنی یه مدرک خیلی مهمی که مثلا نیاز داشتن این کارت واکسن بود که ما فرآیندهای اینا دیگه که راحت انجام شد. بله بقیه‌اش با همون مدارکی خودمون داریم، مثلا بحث ورک پرمیت ها، قرارداد خونه و پاسپورت و این موارد قابل انجام هست. این مدارک باید بارگذاری بکنید و باید هم باشون تماس بگیریم و تقریبا من و برخورد خیلی خوبی داشتن، چون ما تقریبا از تایم مدرسه 2-3 هفته گذشته بود و دنبال این بودیم که و محدودیتی هم نداره، یعنی نگرانی نباشین که شما چند ماه دیر اومدین اینا دیگه تو مدرسه ثبت نام نمی‌کنن، این به هیچ عنوان این اجازه رو ندارن و هر زمانی که شما وارد اون محله میشین اونا موظفن که پسر شما رو ثبت نام بکنن، حالا چه 1 ماه گذشته باشه چه 5 روز، هر مدت زمانی که باشه هیچ محدودیت بابت اون قضیه نیست. ولی بحث همکاریشون خیلی خوبه. من تقریبا چون دنبال اینم که سریعتر این اتفاق بیفته تقریبا فکر میکنم 3 یا 4 روزه تونستم همه این کارا رو انجام بدم. بعد از اینم که انجام میشه خب مدرسه نامه تاییدیه برای شما ارسال میکنه که این مجوزی که آقا صادر شده، دقیقاً تاریخ و ساعتی که روز اول مدرسه رو برای شما اعلام میکنه و طبق اون تاریخ شما میتونین که حالا مثلا من دیگه دقیقاً طبق تاریخ اعلام کردن، مثلا ساعت شروعش هم ساعت 9 صبح، ساعت 9 صبح ما پسرمون رو بردیم مدرسه و تقریبا بعد از اونم که نامه اولیه به شما میاد بهتونم میگه که شما باید از چه روزی میتونین از اتوبوس مدرسه هم استفاده بکنید. و یه موضوع خیلی مهمی که الان یعنی یکی از نکات خیلی خوبی که من توی حالا جزء نقاط قوت اونجا میدونم، نکات مثبتش بحث سیستم آموزشی شونه و بحث اینه که ما با اینکه ویزای موقت هم داریم رفتیم اونجا، الان 1000 تومانی حالا من به ایران میگم، حالا میگم $1 یا 1 سنتی اونجا از ما نگرفتن بابت بحث مدرسه ثبت نامش و حتی اتوبوسش کاملا رایگان میاد جلو در خونه سوارشون میکنه، ساعت 8 تا 10 دقیقه صبح میاد دنبالشون و ساعت شروع 9 صبح هست، مثلا 8 تا 10 دقیقه میاد بچه‌ها رو سوار میکنن و میرن مدرسه و ساعت 3 مدرسه تموم میشه، ساعت 3 و 20 دقیقه هم برش میگردن، دقیقاً 3 و 20 دقیقه میریم پایین. و تنها چیزی که مدرسه روز اول که ما پرسیم گفتیم آقا دفتر بذاریم فلان بذاریم، نه گفتن نه هیچ چیز لازم نیست و فقط گفتن غذا و یک ظرف یک آب براش بذارین، شیشه آبش باشه و هیچ مورد دیگه. چرا تاکید می‌کردی که گفتن حتما باید بچه رو بیاد چیز کنیم از اتوبوس تحویل بگیریم؟ آره یه موضوعی که هستش این خود همون راننده اتوبوس هم این موضوع دقت میکنن، نفراتی که شما زمانی که میخوای ثبت نام بکنی یه قسمتی هستش که چه نفراتی میتونن پسرتون رو مثلا بیان مدرسه بذارن و یا چه کسایی میتونن اصلا بیان دنبالش مدرسه. یه اسامی که اونجا میدی باید دقیقاً این اسامی زمانی که میخواید برید دنبالشون یا حالا زمانی که دیگه شما رو بشناسن که میدونن که دیگه، ولی اوایل تا بخوان آشنا بشن کارت شناسیتون هم دقیقاً چک میکنن که آقا شما مثلا این نفری که اینجا اسمش نوشته شده هست یا نه، و حتی اگه دیر میخواین بچه رو بفرستین مدرسه یا خودتون حتی میخواین بیاین دنبالش، حتما باید ما قبلش بهشون اعلام بکنیم و ایمیل بزنیم که آقا من امروز مثلا ساعت 2 میخوام خودم بیام دنبالش، مثلا پدرش امروز میاد دنبالش، مادرش میاد دنبالش، یا ما بعضی مواقع پیش اومده بود که چون زمستون اتفاقا میفته که اتوبوسات به خاطر بحث امنیت خود بچه‌ها اتوبوس‌ها کار نمی‌کنن، چون حالا لغزندگی وجود داره و تصادف این موارد خودمون باید ببریم بچه‌ها رو مدرسه و بیاریم. همسایه‌ها مثلا ایمیل می‌زدن، مثلا میگفتن که احمد مثلا میاد دنبال پسر من و اونا قبول می‌کردن، چون منو میشناختن یا مثلا کارشناسم نگاه می‌کردم پسر همسایه‌مون مثلا من سوال می‌کردم و یعنی چند نفر بله می‌تونی معرفی بکنی یا همون لحظه ایمیل بزنه والدین اون شخص و می‌تونیم که مثلا نفر رو بریم دنبالش و بیاریمشون خونه. این اجازه رو یه تجربه از برف‌بازی هم می‌گفتی؟ یه موضوع خیلی خوبی بود. آره من خیلی واسم جالب بود. یک بار که رفتم توی زمستون که حالا اتوبوس مدرسه داشتم کنسل شده بود، رفتم دنبال پسرم و اونجا جالب بود واسم که رفتم دنبالش، دیدم که تو حیاط مدرسه تو اون هوای سرد و تمام فکر کنم منفی 15 درجه بود، دیدم همشون تو حیاط مدرسه و برف و اینا، یه تعداد بچه‌ها روی برفا دارن بازی میکنن، دراز کشیدن. بعد خود پسرم وقتی رفتم دنبالش دیدم کلا صورتش یخ زده قرمز، ولی تو همون حال بودم خوشحال بود داشت بازی میکرد. دیگه بعدش که صحبت کردم دیدم که آره کلا سیستمشون این حالتیه که از همون اول
بچه‌ها رو. آره یعنی توی سرما، نه که توی زمانی که برف میاد یا بارون میاد یا کولاکه اونجوری نمیارن بیرونشون، ولی هوا استیبل هست ولی سرده میارنشون توی فضای باز که بدنشون عادت بکنه. این خیلی واسم جالبه. واسه برای ما که گرمایی هم هستیم جنوب بزرگ شده خاصه. دقیقاً. خب توی انتهای بخش پنجم هستیم. توی بخش ششم میریم سراغ موضوع شیرین کار در کانادا، شهر اتاوا. در خدمتتون هستم، با من همراه باشید.